خب بیاین یه نگاه سریع بندازیم به شامپوهای ضد شوره و این باور رایج که آیا واقعاً مو رو سفید میکنن یا نه. میدونید که شامپوهای ضد شوره اصولاً برای کنترل چربی پوست سر، مهار کردن قارچ‌ها و کم کردن خارش طراحی شدن. اما خب یه نگرانی یا شایعی هست که میگه این شامپوها ممکنه باعث سفیدی مو بشن. ببینیم علم چی میگه. اول اینکه ببینید هیچ مدرک علمی معتبری نداریم که ثابت کنه شامپوهای ضد شوره باعث از بین رفتن رنگونه مو یا سفیدی زودرس مو میشن. سفیدی مو میدونید بیشتر به چیزایی مثل ژنتیک، بالا رفتن سن، استرس و حتی نوع تغذیه ربط داره. دوم، ترکیبات اصلی این شامپوها مثل کتوکنازول، سولفید سلنیوم و زینک پریتیون اینا کارشون مبارزه با شوره است، نه اینکه رنگ مو رو هدف قرار بدن. فقط حواستون باشه استفاده خیلی زیاد از سولفید سلنیوم شاید روی مویی که رنگ شده یه تغییر خیلی جزئی ایجاد کنه، ولی این اصلاً به معنی سفید شدن طبیعی مو نیست. خب و نکته سوم یا آخر این که یادتون باشه عوامل اصلی سفیدی مو بیشتر ژنتیک، بالا رفتن سن و گاهی استرس و سبک زندگی هستن، چیزهایی که واقعا ربطی به انتخاب شامپوی شما ندارن. پس خلاصش این که اگه شوره سر دارید با خیال راحت از شامپوی ضد شوره مناسبتون استفاده کنید. این شامپوها مقصر سفیدی موهای شما نیستن.